میننده سونه چیوای با پروردگارش به واسطه جبریل با پروردگارش چی میگوید؟ سخن میگوید. و الله تعالی همیننده چیوای 50 نماز چی میکند؟ یعنی فرض میکند. 50 نماز فرض میکند. سونه علیه الصلاة و السلام قبول کرده وقتی که نزد موسی به میبیاید، موسی میگوید که سن نصیحت میکند علیه الصلاة و السلام و جزاه الله خیرا، میگوید که یعنی بنو اسرائیل به من همین چیز امر کردم نتونستن، یعنی امتت 50 نماز به صبر کردن نمیتونه. سبحان الله. ها یعنی 5 نماز به یعنی چی؟ یعنی ها 5 نماز که کورنمه که به انصاف مثلا چی میگه، یعنی 5 نماز خونده میگه دولتی ما قفا میشه، ما کم بغل اگوزگی میموریم، یعنی این میشه و این میشه. یعنی سبحان الله آدم یعنی یک نمیگه که خالق و رازق تو کی، یعنی تو آدمی حیوان تو کی خودت، یعنی 50 وقت نماز میشه چی میشه اینا، یعنی ها سونه چی میکنه همیننده، یعنی ها نعم بعضی هم خیلی مثلا یعنی اینو کی میگوید، یعنی این مثلا کورنمک مثلا که الله سبحانه یک بین آخر اطرافات به مثلا همین قدر چیزی که همین چیزا، یعنی این یعنی ها اگر تو الله با باور کنی که الله همین چیزا تو به داد، همین کائنات انگی چیزا برای تو خلق کرد، یعنی 5 نماز خوندن به وقت نیست که میگوید که یعنی خودش نمیخوند، با چی میکنه دیگرها این کار میکند، میگوید که این سببی چی میشد، میگوید یعنی سبب تخلف میشد. ها چی؟ سبحان الله سبحان الله. ها یعنی هم به مثلا چی میشد، یعنی سونه چی میشد، یعنی 50 45 سونه با چی میکند، سونه 40 همین خیلی مثلا تخفیف کرده 5 میفرورن، حتی 5 هم موسی چی میگوید که کثیر میگوید. ها سبحان الله 5 چی میگوید، یعنی کثیر میگوید. یعنی سون رسول صلی الله علیه و سلم چی میگوید، یعنی استحییت ربی، یعنی شرم داشتم میگوید، یعنی گشت رفته ما چی کردم میگوید، یعنی شرم داشتم میگوید. یعنی به همین کته سونه الله تعالی چی گفت که هن 5 فی العدد ها و 50 فی الاجر، عددش 5 لیکن 50 اجر میگیری نماز کردی. این دلالت چی میکند، یعنی عظمتی نماز به دلالت میکند. این چیز چی به دلالت میکند؟ مهمت و عظمتی و وجوب چی به نماز، به یگانه فرضی که عثمان به فرض شد این چی به دست، یعنی نماز. برای همین فرق بین مسلم و غیر مسلم به چی میشد، یعنی به نماز میشد. یعنی برای همین روز قیامت اولین چیزی که المرء یحاسب علیه ما هی الصلاه، یا کمین چیزی که روز قیامت پرسیده میشی نماز بخونده یا نخونده گفته. یعنی همین بیان اعوذ بالله آدمی که یعنی به سبب به اساس اگر یک بار حدیث برید ابن حصیب بخاری ده نماز بامداد نماز عصر به سبب خونی ترک کنی عملت قبول نمیشه، فقط حبط عملها چی میشه، یعنی باطل میشه. نسأل الله العفو والعافیه. برای من این چی بدارم میکردم نه. ثم به همین